شماره 1. سیستم هشدار بر جلوگیری از برخورد از جلو. این سیستم برای کمک به رانندگان در کاهش یا جلوگیری از برخوردهای روبرو با تشخیص وسیله نقلیه، عابر پیاده یا دوچرخه سوار و ارائه یک پیام صوتی و یا تصویری هشدار برخورد و اعمال ترمز کمکی در شرایط خاص طراحی شده است. علاوه بر این، اگر راننده واکنشی به هشدارهایی که در سیستم طراحی شده نشان ندهد، این سیستم در حال حاضر و در نسخه 3 برای ایجاد ترمز اضطراری خودکار و در زمینه تشخیص تقاطع نیز بهبود یافته است. همچنین توانایی برد تشخیص آن مانند شرایط خاص وسایل نقلیه روبرو در بیش از یک لاین، هنگام چرخش و وسایل نقلیه که از اطراف نزدیک می‌شوند، مسیریابی و حرکت دوچرخه، تشخیص عابر پیاده و شناسایی موتورسوار بهبود یافته است.